مغز ما عاشق الگوهاست، یعنی پیش بینی پذیری. وقتی که رفتار پارتنر شما ثبات داره، یعنی رفتار امروزش با رفتار فرداش 180 درجه متفاوت نیست، یا تصمیم گیری های ناگهانی یا تغییر تصمیم گیری های عجیب و غریب نداره، توی این حالت مغز اینجوری دریافت میکنه که این شخص این رفتار قابل اعتماده. بدن کمتر هشدار میده. میزان ترشح هورمون اکسیتوسین به بالاترین حد خودش میرسه، یعنی همون هورمون امنیت و احساس آرامش. این دقیقا همون حسیه که خیلی‌ها میگن که من کنار فلان آدم احساس آرامش و امنیت میکنم. اینجور رابطه ها سیستم عصبی شما رو قفل نمیکنه، آزارتون نمیده، بلکه از نظر هیجانی کاملا تنظیم میکنه. نشونش هم اینه که وقتی شما مضطرب هستید کنار این آدم، لحنش، لمسش، صداش به شما ناخودآگاه احساس امنیت و آرامش میده. چون مغز ما به صورت بیولوژیکی طراحی شده که کنار یه نفر دیگه احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشه. اگه یه همچین شخصی تو زندگی داری، بدون که بهترین دارو برای سلامت روح و روانت کنارته و قدر لحظه هایی رو که باهاش هستی بدون. و اگر یه همچین کسی توی زندگیت نیست، برات آرزو میکنم که هرچه زودتر یه همچین فردی توی مسیر زندگیت قرار بگیره. و مثل همیشه در آخر ازت میخوام که من سابسکرایب کنی، زنگوله رو فعال کنی که از ویدیوها جا نمونی، و توی کامنت برام بنویس که آیا تجربه یه رابطه امن و پر از آرامش رو داشتی یا نه.